هفته خبر تو خبر داره براتون. از قمپوز درمانی اخیر عظما و تحریم 61 شخصیت آمریکایی که سر خودش خراب شد و سوژه کلی طنز و جوک شد. وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه‌ای 61 مقام آمریکایی حامی گروهک تروریستی منافقین را به فهرست تحریمی اضافه کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه خود آورده طبق قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، اشخاص جدید به علت حمایت عامدانه از گروهک تروریستی منافقین تحت تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند. معلوم شد خرس ولایت از ضرباتی که خورده اساسی گیج شده و دچار خود درگیری شده. آخوند رئیسی هم مثل خر تو گل وعده‌هاش گیر کرده و ملت فیلم‌های وعده‌های تبلیغاتیش رو میکوبن تو سر و عمامش. من تلاش میکنم که اون وعده‌ای که میدم یا وعده ندم یا اگر وعده میدم حتما عملیاتی به اجرایش کنم. احتمالاً اگه الان از آخوند رئیسی بپرسید که 6 کلاسه دروغگو حاصل وعدهات کو، اینطوری جواب میده. این هم یه نمونه از اون 1 میلیون مسکنیه که رئیسی وعده ساختشون رو داده بود. اینجاست که صدای سگ و سیله های عظما توی استبل ولایت هم در میاد و از این جفتکا نثار عمامه رئیسی میکنن. امروز متاسفانه مطالبات مردم در حوزه اقتصاد از مطالبات چلان و با کرامت در شهرستانها، استانهای غیر تهران به تأمین نان خالی نازل یا نزول پیدا کرده است. این چه مدیریتی است؟ آقایونی که نمیتوانند نان خالی سفره مردم را مدیریت کنند در کشوری به این عظمت با این منابع خب واگذار کنند، چه لزومی داره؟ به این ترتیب مجلسی که قرار بود پشتیبان دولت رئیسی بشه حالا اینطوری براش دندون تیز میکنه. حالا کار به جایی رسیده که امام جمعه خامنه‌ای هم اعتراف میکنن که نظام به ته خط رسیده و بدجوری گیرپاچ کرده. تلاش اونهایی که چهره دیدن نظام مقدس اسلامی را ندارن این است که بگویند جمهوری اسلامی شکست خورده، جمهوری اسلامی نمیتواند مدیریتی را عرضه کند که دنیا و خودش را اداره بکند. این هم یک تصویر شماتیک از نحوه مدیریت بحران و اداره جامعه به سبک آخونده ها. علی فایر! Fire, man! توی چنین شرایطی آخوند رئیسی از قیچیکاری‌های بیشتر خبر داد و معلوم شد عظما به این جراحی‌ها راضی نشده و بازم میخواد قلع و قم کنه. من معتقدم هر کس دغدغه مردم رو نداره، روحیه تحول خواهی رو نداره، باید با حاشیه رونده بشه و اون که در متنه باید نیروهای انقلابی دغدغه‌مند نسبت به مسائل مردم و مشکلات مردم باشن انشاءالله.
تو این روزا فیلمی از گوشمالی مسئولین دولتی در پاکستان توسط مردم منتشر شد که آخوندا رو از اون چی که در انتظارشونه حسابی به وحشت انداخت. عظما هم که دنبال دولت جوان حزب اللهی بود، مأموریت یه جوان 95 ساله به نام جنتی لعنتی به مدت 6 سال دیگه توی شورای نگهبان تمدید کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل 91 قانون اساسی و در احکامی جداگانه عضویت آقایان آیت الله حاج شیخ احمد جنتی، حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد رضا مدرسی یزدی و حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مهدی شب زنده‌دار را برای یک دوره جدید تمدید و آنان را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند. حالا جنتی توی 6 سال میخواد چه غلطی کنه؟ پاسخش روشنه، یا از این ادا و اطوارا در میاره یا همین که شروع میکنه به تته پته کردن و خزعبلگویی. اصلا که درس میداریم و تو شفارس باید که واقعا ما از جدا شد از مذهب حقانی، شهید از دست رفته و بعد آقای مشنگستان این هفته رو با صوتی سخنگوی جدید وزارت خارجه آخوندا شروع میکنیم که معلوم ضربات اخیر بعد جوری زبونش رو بند آورده. به خصوص در حوزه همسایگان و در چارچوب سیاست همسایگی بودیم و هستیم که میتونه نمایی از تبلور ایران قوی. یادتونه هفته پیش این سوتی استاندار آخوندا تو کرمانشاه رو پخش کردی؟ وقتی بحث مذاکره میشه میگن 5 به علاوه 1 یا 4 به علاوه 1، یعنی همه 4 نفر دنیا یه طرف هم جمهوری اسلامی. یعنی عزت نیست برای ما. طرف اومد ابروی قضیه رو درست کنه، زد چشمش رو هم کور کرد. در خصوص 5 به علاوه 1 یا 4 به علاوه 1 خب مشخصه که ما وقتی میگیم 5 به علاوه 1 یعنی کشورهایی که حق وتو دارن به اضافه آلمان، یا 4 به علاوه 1 که آمریکا خارج شد به اضافه آلمان. کاملا پیداست و هدف از گفته های من هم همین بود که جمهوری اسلامی در مقابل تمام قدرت ها که همه یه طرف میز هستن، جمهوری اسلامی یک طرف و امروز این عزت و افتخار را مدیون خون شهدای عزیزمون میدونیم. البته از این مالکشی ها تو نظام خیلی زیاد شده. مثلا توی مسابقه در تیوی ریش اسم وریا قفوری رو روی وایت بورد نوشتن. برو بعدی دلت بده برو بعدی دقت کن تمرکز بعد از ترسشون تو همون مسابقه اسم رو حذف کردن و به جاش نوشتن وحید. بعدم مجری و سازنده ولایت مدارش اومد قضیه رو مالکشی کنه، اما بدتر شد. همونجا من به شک افتادم که اگر قرار باشه که این در پخش دچار اشکال بشه و مجوز پخش نگیره، بعد اون وقت امتیازدهیامون تو مسابقه به هم میریزه و خود مسابقه رو تحت تاثیر قرار میده. اونجا با مشورت خود شرکت کننده ها و اعضای تیم و اینا به این نتیجه رسیدیم که نام وریا عزیز رو پاک کنیم، یه اسم دیگه بنویسیم و که لااقل مسابقه دچار اشکال نشه.
حالا بشنوید از این مشاور سرکرده ارتش تحت امر خامنه‌ای که برای که جلوی پاسدار سلامی کم نیاره یه خالی بندی جدید رو کرد. یک نکته رو من فقط خدمت شما عرض میکنم. ایشون میگفتن که روز آخر اون شب فرمانده نیروی دریایی ارتش هندوستان، یک سپهبد که سیک هم هست، سیک ها خدا رو قبول دارن، اینا هستن که ریشای بلندی میذارن و عمامه میذارن، یک سپهبد سیک و ما رو دعوت کرد و شام باید بید پیش من و ما شام رفتیم پیش ایشون، شام رو خوردیم. وقتی که شام تمام شد آمدیم رو مبلان نشستیم که قهوه بخوریم. این سپهبد فرمانده نیروی دریایی ارتش هندوستان به رئیس دفترش که سرلشکر بود اشاره کرد که برو اون جعبه رو بردار بیار. رفت اون جعبه رو برد، درش رو باز کرد، ما دیدیم پر سیدیه. گفتیم اینا چیه؟ گفت اینا تمامی مطالب، بیانات و سخنرانی‌های مقام معظم رهبری است. ما هر چی که منتشر شده اینا رو پیاده کردیم، الان این تو اینا هستن و با لفظ I love him. کی اینو داره میگه؟ فرمانده نیروی دریایی ارتش هندوستان. همزمان با ارسال جدیدترین عکس‌های تلسکوپ جیمز وب از فضا، آخونده هم از این تصاویر توی تیوریش رونمایی کردن. تمام آسمان‌ها و زمین را آفرید، در 6 روز کل کائنات را آفرید. کهکشان‌ها، زمین، خورشید، آب‌ها، سنگ‌ها، کوه‌ها همه شکل گرفت. آفرینش آغاز شد. تو روزایی که آخوندا از سایه خودشون هم میترسن، این حجت الاسلام مشنگ زیر لبی اومده یه فیلم از خودش ضبط کرده که اوضاع رو عادی جلوه بده. خبر نداره اگه همین رو بلند بگه همونجا درازش میکنن. من الان تو منطقه گردشگری عباس‌آباد هستم. جان خودم اینقدر که مردم به من نگاه میکنند و از من لذت میبرن، به طبیعت نگاه نمیکنند و از طبیعت هم لذت نمیبرن. اینه مشنگستان این هفته رو با یک کلیپ به پایان میبریم که کاملا بدون شرحه. از روز اولی که شعار تولید شد من گفتم نظرم راجع به این شعار، اما این شعار خنثیه. شعار خنثی به درد جنبش و به درد پیشبرد امر مبارزه نمیخوره. بایستی در واقع به جای رضا شاه روحت شاد شعار درود بر رضا پهلوی داد. این شعار خنثی نیست. شعار رضا شاه روحت شاد شعاری است خنثی. بنابراین بگذار هر فرصت طلب حقه‌بازی بیاد و بگه مصداقی در واقع سلطنت طلب، پادشاهی خواه یا. خب ببینید، بذارید هر چی میخوان بگن. آبرو تو برای کجا میخوای بشینی روش بهرهشو بگیری؟ مگه سپرده بانکیه که تو بانک بذاری بهره بیاد روش؟ اگر آبروی سیاسی داری باید خرج مبارزه کنی، باید خرج پیشبرد امر مبارزه کنی. آره بایستی بگی درود بر رضا پهلوی. یکی از فضانوردان با خودش یک لباس گوریل رو به صورت مخفیانه به فضا برده بوده. بقیه ماجرا رو خودتون ببینید.